سلام به دوستای عزیزم، محمد هستم از MCH English. امروز اومدیم با هم دیگه یاد بگیریم چجوری به انگلیسی بگیم هوس پیتزا کردم. این هوس کردن رو چجوری میتونیم به زبان انگلیسی بگیم؟ بریم که با هم دیگه یاد بگیریم. خیلی راحته، فقط کافیه از عبارت I have a craving for و بعدش اسم اون غذایی که میخوایم به کار ببرین رو استفاده میکنیم. به عنوان مثال I have a craving for pizza or I have a craving for fried chicken. یعنی چی؟ یعنی من هوس پیتزا کردم و در جمله دومی من هوس مرغ سوخاری کردم. مثلا میخوایم بگین هوس یک فنجان قهوه کردم. I have a craving for a cup of coffee. حالا برای اینکه ساده تر بشه میتونین بگین I'm craving و بعدش اسم اون غذا. به عنوان مثال I'm craving pizza. I'm craving a cup of coffee. دقیقاً همون معنی رو میده. دیدین چقدر راحت بود؟ حالا شما یه مثال توی کامنت ها برام بنویسین. و مثل همیشه remember with MCH English isn't just easy, it's even easier. Peace out.